سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. من دانشجو پزشکی هستم و امیدوارم که بتونم توی ویدیوهایی که میخوام بذارم کمک کننده باشم. اسم من عاطفه اکبری هست و حدود 5 سال در آلمان هستم. یک بیوگرافی از خودم داشته باشم در این ویدیوها و گفتم شاید بتونم به شما کمک بکنم در یاد گرفتن زبان آلمانی. Jetzt könnt ihr mir sagen, auf welchem Niveau könnt ihr Deutsch sprechen? در چه سطحی از زبان آلمانی هستید؟ شاید بتونم یک نظرسنجی داشته باشم ببینم از چه سطحی بهتر هست شروع بکنم، از سطح A1, A2, B1, B2 und C1. Das freut mich einfach über eure Antwort. در مورد جوابهای شما خوشحال میشم، پاسختون و منتظرشون هستم.